سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دیدار وزیر صنعت و تجارت در جریان سفرش به ازبکستان با وزیر صنعت بلاروس. گفتگوی مولوی عبدالکبیر با رئیس کمیشنر یالی سازمان ملل در امور پناهندگان، پیرامون مهاجران و بازگشت کنندگان. و 7 کشته و زخمی در پی تیراندازی میان جوانان در کارولینیای آمریکا. امروز شنبه اول ماه سور 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در جریان سفرش به ازبکستان با اندری یوگنیویچ گوزینتوسوف وزیر صنعت بلاروس دیدار کرده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که دو طرف درباره افزایش سطح داد و ستد میان دو کشور و خرید نفت از بلاروس گفتگو کردند. با گفته این وزارت، آقای عزیزی در این دیدار از سرمایه‌گذاران بلاروس خواسته تا در بخش‌های مختلف به ویژه دوا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با آقای عرفات جمال رئیس کمیشنر یالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، پیرامون مهاجران و بازگشت کنندگان گفتگو کرده است. آقای جمال گفته که گروه رهبری حل مشکلات مهاجران افغان تلاش خود را برای جذب منابع مالی بیشتر آغاز کرده و در آینده نزدیک به این کشور سفر خواهد کرد. با گفته وی افزون بر نهادهای مسئول سازمان ملل، نهادهای بین المللی نیز در تلاشند تا به مسائل مهاجران افغان رسیدگی کنند و انتظار می رود که کمیشنری یالی سازمان ملل در امور مهاجران به زودی برای ارزیابی وضعیت بازگشت کنندگان افغان به کابل سفر کند. آقای جمال همچنین با اشاره به ارائه کمک‌ها و فرصت‌های شغلی برای بازگشت کنندگان بیان کرده که در شهر هرات و مزار دو کارخانه بزرگ قالین بافی راه اندازی شده که صدها بازگشت کننده در آن فرصت‌های شغلی خواهد یافت. مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با مسئولان سازمان خوراک و زراعت ملل متحد دیدار کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در این دیدار دو طرف روی تداوم هماهنگی، گسترش همکاری‌ها و تمرکز بر تطبیق پروژه‌های مؤثر در بخش تخمه‌های بذری، کود کیمیاوی و افزایش تولیدات زراعتی گفتگو کردند. معین زراعت و مالداری با اشاره به فعالیت‌های گذشته این سازمان گفته که در 2 دهه اخیر اقدامات بنیادین لازم در بخش خودکفایی تخم بذری صورت نگرفته و نیاز دهقانان به گونه مطلوب برآورده نشده است و از مسئولان این نهاد خواسته تا پروژه‌ها را به شکل مؤثر، شفاف و مطابق نیازهای واقعی سکتور زراعت تطبیق کنند. و در آخرین خبرگزاری اسوشییتد پرس گزارش داده که درگیری میان جوانان در پارک در ایالت کارولینیای شمالی آمریکا به تیراندازی گسترده منجر شده که در پی آن 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش در میان قربانیان این رویداد 4 زن نیز شاملند و وضعیت برخی از زخمی‌ها وخیم گفته شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.